سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به یک ویدیو دیگه. آقا توی این ویدیو قراره بهتون یه VPN خفن معرفی کنم، یه فیلتر چکن خفن معرفی کنم. همونطور که میدونین الان نت ها ملیه و هیچ کسی دسترسی به اینترنت بین المللی نداره، ولی من همین الان دارم داخل تلگرام میگردم و واسه خودم ببینید کلیپ ها رو دانلود میکنم و هیچ مشکلی هم ندارم، سرعتم هم خیلی بالاه. ببینید دوستان، فقط یه نکته رو بهتون بگم. اگه میخواین هر روز از VPN های جدید مطلع بشین و اینکه بتونین به اینترنت دسترسی داشته باشین، پس حتما باید کانال منو سابسکرایب کرده باشین که من هر روز VPN ها رو که معرفی میکنم سریعا بتونین بهش دسترسی داشته باشین. اوکی دوستان، بریم سراغ معرفی فیلتر چکن جدیدمون. اوکی دوستان، ببینید VPNی که قراره بهتون معرفی کنیم یه VPN قدیمیه که خیلی‌ها 100% اسمشو شنیدن ولی انتظار ندارن که این VPN متصل بشه. ببینید دوستان، ما امروز قراره VPN سایفون رو بهتون معرفی کنیم. من الان میام سایفون رو باز میکنم. حالا اینجا من دسترسی لوکیشنش رو نمیدم و میذارم که این VPN متصل بشه. دقت بکنید دوستان، یکم زمان اتصالش طول میکشه، مخصوصا سری اولی که میخواین متصل بشین. ببینید سری دوم سوم و اینا اوکیه. الان ببینید واسه من متصل شد خیلی راحت. یه لحظه من بیام توی این صفحه، ببینید تنظیماتی هم که توش قرار دادیم الان بهتون میگم. دقت کنید، منطقه یا سرور رو همون بهترین عمل کرده انتخاب کردم. تنظیمات پروکسی اصلا فعال نکردم و تنظیمات VPN هم همونه دیگه، هیچ تنظیمات خاصی روش انجام ندادم. دیدین که خیلی راحت متصل شد. الان میخوام واسهتون تلگرام رو باز بکنم ببینم آیا تلگرام من که الان نت ملی کار میکنه یا نه. من میام تلگرام رو باز میکنم. فقط یه نکترم اینجا بهتون بگم. ببینید دوستان، من با نت ایرانسل امتحان کردم. با نت ایرانسل خیلی سخت وصل شد، ولی با نت همراه اول مشکلی نداشت و دیدین که خیلی سریع متصل شد. خیلی خوب دوستان، همونطور که میبینین متصل شد، خیلی هم سرعتش خوبه، همه چیز فعال شد. الان مثلا من بیام یه کانال رو باز بکنم ببینم آخرین پیامش میاد یا نه. ببینید اینم آخرین پیامش، خیلی سریع داره کار میکنه. حالا من یه ویدیویی رو بزنم دانلود بشه، مثلا همین ویدیو 8 مگابایتی رو بزنیم دانلود بشه ببینیم سرعتش چقدره. ببینید سرعت نسبتا خوبی هم داره، با اینکه VPN رایگانی هستش ولی خب سرعت نسبتا خوبی هم داره. میتونید ازش توی اینستاگرام و تلگرام و یوتیوب و اینا استفاده کنید. ممنون که تا اینجا با ما بودیم. بازم میگم اگه میخواین حتما از بقیه VPN ها مطلع بشین و هر روز متصل به اینترنت باشین، اول از همه کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش هم روی آل یا همه تنظیم کنید. ممنون که تا اینجا با ما بودین. روزتون خوش، خدا نگهدار.